الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان من جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آخرین آیه شریفه از سوره مبارکه ابراهیم علیه و نبینا السلام. تلاوتش را بشنویم و بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قرآن یکی حجت روشن است
اگه شما قرآن رو قبول دارید حجت روشن است، چرا یه مترسکی که بزرگترین مجرم دنیاست بنا به صفاتی که شما بهش دادید که از مادر هرگز متولد نشده، امام زمانش کردید و او را حجت میدانید، حضرت حجت میدانید، حضرت عجم میدانید. خداوند میگه قرآن حجته. خداوند میفرماید که بعد از رسولان کسی حجت نیست. قرآن یکی حجت روشن است که بر مؤمنان آیتی متقن است. کسانی که هستند دارای هوش، خرافه، سینه زنی، زنجیر زنی، رافضیگری هوش میذاره برای پیروانش، یا صوفیگری هوش میذاره. کسانی که هستند دارای هوش، بگیرید انداز آن را به گوش. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. الف لام را هست آغاز کار که رمزی است از سوی پروردگار. چنین است آیات قرآن کتاب، خدا ساز باطل جدا ساز باطل ز راه ثواب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. این آیه همچنان که در درس گذشتم اشاره شد، مسک الختام سوره ابراهیم علیه ولا نبینا الصلاة والسلام می باشه، چرا که ترکیزش بر دعوت، بر تبلیغ، بر ابلاغ سخنی که از خداوند جل جلاله صادر شده، قرآن، و به رسول علیه السلام ابلاغ شده، رسولی که با معجزه تأیید شده، تا اینکه برنامه نظری زندگی انسان رو در روی کره زمین بر انسانی که خداوند اینجا خلیفهش کرده، مهمانش کرده، با خودش حمل بکنه، مانیفستش، کتاب راهنماش باشه. برای که وقتی که قوانینی که برای حرکت زندگی انسان در روی زمین، زمینی که مخلوق خداست، انسانی که مخلوق خداست، صادر میشه، نباید کسانی از پیش خود ادعا کنند که این کتاب ناقصه، این کتاب لایق حکمرانی نیست، این کتاب مال 1400 سال پیشه، این مزایدات رو بذارن کنار. برای که کسی که خلق کرده، کسی که این جهان رو آفریده، من شما رو آفریده، همونه که قانون فرستاده، شرع فرستاده. ولذا هر انسان مکلف مسلمانی این موضوع بدیهی رو باید در خاطرش باشه. وقتی شما سخن پاک خداوند رو میخونید، هذا بلاغ للناس، این هذا اشاره به همه قرآنه، برای که ابلاغ بر همه اون چیزی است که در ظرف 23 سال بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده و او مأمور تبلیغش و همه مردم بوده، به همه بشر. وقتی که خداوند میفرماید هذا بلاغ الناس، اولا این کافیه. بعد به قول قانون شناسان نص قانونی رو به من شما داده، برای که یک قاعده محکم در میان قانونگذارانه که هیچ مجازاتی بدون تصریح قانونی وجود نداره. اول باید قانون باشه تا مجازات یا مکافات یا اجر و ثواب باشه. ولذا وقتی قانون رو صادر میکنن در مجله رسمی دولت منتشر میشه تا بعداً کسی نگه که من قانون نمیدونستم، من نمیدونستم که این چیزی جرمه. ولذا همه من شما هر مسلمانی غالبا میدونه که پیامبر خداوند میفرماید ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا،
نگفت نبعث امام اج، امام کج، امام ترج. ما هیچ کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه قبلا براش رسول فرستاده باشیم، قاصد فرستاده باشیم. از امام و امامت و کوفت زهرمارهایی که توطئه‌گران کنیست ساختند و با آن رافضیگری رو در لباس تشیع به خورد مسلمانان دادن خبری نیست. وظیفه رسول اینه که آنچه را خداوند برش نازل کرده به مردم ابلاغ کنه تا بر اساس آن زندگیشون رو اداره کنن. ولذا خداوند راجع به وظیفه رسول می‌فرماید فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. همانا وظیفه تو رسوندن، ابلاغ کردن، تبلیغ کردن و حساب با ماه. حساب کتاب با من خداونده. نگفت حساب با امامه، حساب با پیره، با پاتاله، با این و آنه. خداوند در جای دیگه میفرماید الذين يبلغون رسالات الله، اونهایی که پیامهای خدا را، رسالتهای خدا را، قوانین خدا را مردم میرسونند. و یخشونه، و از او خشیت دارند، از او میترسند. ولا یخشون احدا الا الله، و غیر از خدا از کسی نمیترسند. این وظیفه مسلمانانه. و خداوند به زبان رسولش میفرماید لقد ابلغتكم رسالات ربی، من پیامهای خدا رو به شما رسوندم. و در جای دیگه میفرماید ابلغتكم ما ارسلت به الیکم، اون چرا که من برایش ارسال شدم اونو به شما رسوندم. این وظیفه رسولانه. وظیفه رسولان حجی مجیلا کرجی شفا دادن و این و آن نیست، بلکه خود مریض می شدن، خداوند شفاشون میداد. ادامرت فهو یشفین. وقتی من مریض میشم خدا من رو شفا میده. ولذا هر مسلمانی باید تابع پیامبر باشه، چون پیام خدا را بدون کم و کاست به من شما رسونده. و هر انسان مکلفی بعد از اینکه به سن بلوغ رسید باید از شرع پیروی کنه و قبل از اون هم پدر مادرش باید تربیتش کنن. و ولیونذروا به، انذار هشدار دادنه از شری که هنوز رخ نداده، با خبر کردنه تا این کسی باش مخالفت نکنه. مژده از خبری است که هنوز رخ نداده، خبر خوش، و انسان خوشحال میشه که اونو ببینه. خداوند وقتی میفرماید هذا بلاغ للناس، این سخن، این کتاب پیامی است بر مردم، بلاغی است، ابلاغی است، تبلیغی است. این اشاره به هر دو داره، هم هشدار و هم مژده. با این حال بعدش میفرد لینذروا به، تا بهشون هشدار داده بشه، تا اینکه کسی که به گناه میفته نگه که من نمیدونستم که این موضوع گناهه. ورزا اینجا هشدار دادن خودش نعمته، برکه انسان گرفتار معصیت نمیشه که دیگه من نمیدونستم که شراب حرام، دروغ حرام، نعوذ بالله. ولیعلموا انما هو اله واحد، تا بدونند که همانا معبود یکیست، مشکل گشای یکیست، ناخدای کشتی امکان یک است. این اولین قضیه و مهمترین قضیه عقیده در دعوت همه پیغمبرانه که بقیه قضایا همش پری از اینه. خداوند یکتاست، همه من شما باید از امر او پیروی کنیم، حتی خود پیغمبران. و موضوع مهم در زندگی اینه که فعالیت ها و حرکات زندگان پشتیبان هم دیگه باشه، نه اینکه بر ضد هم دیگه باشه.
شما یه چیزی رو درست کنی که دیگه بیاد خراب بکنه، انسان پیش نمیره. بلکه انسانی که به قول خلیفت الله در زمین باید در یک مسیر حرکت کنن، نه که بر ضد هم دیگه باشن، یکی عیسی پرست باشه، یکی عزیر پرست باشه، یکی خدا پرست باشه، تا اینکه جامعه انسانی همه در یک اتجاه، در یک سو حرکت کنه، برای که امر از یک خداوند صادر شده. وقتی که خداوند میفرماید هذا بلاغ للناس، این تبلیغی است برای مردم، اون اصول دین رو روشن میکنه برای شما. بعد از اینکه بر پیامبر نازل شده و پیامبر بر شاگردانش بیان کرده و اونها رو مکلف کرده تا به دیگران برسونند تا قیامت. هر مسلمان راستینی نائب پیغمبر برای تبلیغ این دین. چه شرفی بالاتر از این. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها أو ثم أداها إلى من لم يسمعها. خوش و خرم باد اون شخصی که سخن مرا شنید، اونو فهمید و همچنان که فهمیده به دیگران نقل کرد، تا اینکه این سلسله تبلیغ دعوت تا قیامت به وسیله پرچمداران امت اسلامی، امت توحید ادامه داشته باشه. وارث راستین همه پیامبران مسلمانانند و بس. و اگر سخن خدا رو شنیدن و به دیگران نرسوندن، هر کسی به اندازه طاقت خودش مرتکب گناه شدن، کتمان علم کردن و خودشون را از شرف پیروی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، از شرافت نائب بودن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم محروم کردن. ولذا هر کسی حکم از احکام دین رو میدونه، شرطی که میدونه، واجب اینه که به دیگران هم برسونه، همچنان که خداوند از رسولش خواسته که احکامش رو به دیگران برسونه. رسول از پیروانش خواسته، از امتش خواسته که هاکذا به دیگران برسونن، امت دعوتن. اینجاست که مزیت این امت اسلامی از بقیه امتها مشخص میشه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. این چنین است که شما را ما امت وسطی، امت عدلی قرار دادیم تا اینکه شاهدان بر مردم باشید، گواه بر مردم باشید و رسول بر شما گواه باشه. این چنین که رسول خدا صلی الله علیه وسلم شهادت میده که سخن خدا رسونده. در عرفات در آخرین حجت الوداع سوال کرد که آیا من پیام خدا رو به شما رسوندم؟ همه گفتند بله. گفتند اللهم فاشهد، خدایا گواه باش. و اینجاست که هر مسلمانی باید احکام دین رو همچنان که بهش رسیده و فهمیده به دیگران برسونه. اونی که این حکم بهشون نمیدونن، چه بسا کسی که حکم نقل میکنه به کسی دیگه، اونی که بشنوه بهتر از اونی که نقل کنه حکم بفهمه. رب مبلغ او عام سامع. چه بسا افرادی که حدیث خدا، سنت پیغمبر، سخن قرآن بهشون میرسه، از دیگری که بهشون رسونده بهتر بفهمنش. چه شاگردانی که از استادانشون جلوتر زدن. ورزه انسان به این وسوسه شیطان گوش نکنه که آقا اینی که این حرف من رسونده فلان عمل کرده. به تو چی؟ تو ما بلوچه مثالی دارم، میگه به گفت مولا بکن، به کار مولا مچار. یعنی به گفتار عالم عمل کن، به عمل کردش نگاه نکن، به خودش مسئوله.
و یک شاعر عرب میگه که خذ علمی ولا ترکن الى عملی وجن الثمار و خل العود للحطب. تو علم منو بگیر، به عمل من نگاه نکن، تو ثمره رو بگیر، چوب بذار برای سوختن مثلا. ولذا مسلمان هر حکمی از احکام دین و شناخت باید به کسانی که اون حکم نمیشناسن برسونه. چرا؟ برای که سلسله رسالت به وسیله فرد مسلمانان همچنان تا قیامت ادامه داشته باشه. و همه من شما میدونیم که خداوند فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر شدید، به شرطی که مردم رو به خیر دعوت کنید، از شر منع کنید، به خیر، به عدالت، به عدم ظلم، به جلوگیری از منکرات، به جلوگیری از مالخوری، به جلوگیری از شرک، به جلوگیری از قبر پرستی، به جلوگیری از دزدی اموال مردم، همچنان که در ایران شیعه زده میشه. همه این ظلم هایی که شما در ایران میبینید نتیجه شرک امامت و ضلالته، نتیجه شرک قبر پرستی است. اینجاست که خداوند به امت محمدی میگه که ای امت محمد، شما وظیفه انبیا به گردنتونه، برای که این تبلیغ، این پیام از خداوند به رسول اومده و رسول در تبلیغش امینه، امانت داره، به شما رسونده. ولذا از خداوندی که یکتاست اوامر متناقض صادر نمیشه و خداوندی که حکیمه. ولذا میفرماید ولیعلموا انما هو اله واحد، بدونید که اون خداوند یکتاست. یکتاست یعنی که تصور شراکت که بشرهای شریک او باشند، چه پیغمبر باشه، چه امام باشه، چه شهید باشه، چه عیسی باشه، چه موسی باشه، چون تصوری قابل تصور نیست، بلکه هیچ کسی شبیه اون نیست. او مرکب از اجزا نیست، صفاتش شبیه صفات بندگان نیست و هرچی که در ذهنت خداوند بالاتر از اونه. و این قضیه اساسی است که اولوالالباب، خردمندان که پیام دینو دریافت کردن میفهمند و اولین قضیه دین قضیه توحیده. ولذا ولیذکر اولوالالباب، خردمندان همیشه پند بدهند، عاقلان بدونند که خداوند واحد و یکتاست، هیچ شریکی نداره، هیچ معبودی نداره، هیچ شفاعت‌دهنده‌ای پهلوی او نیست، هیچ مشکل گشایی پهلوی او نیست. خداوند سبحانه و تعالی قبل از اینکه هر کسی دیگه شهادت به یکتاییش بده، خودش شهادت ذات به ذات داده. شهد الله انه لا اله الا هو. خداوند شهادت میده که هیچ معبود راستینی جز او نیست، هیچ مشکل گشایی جز او نیست، هیچ الهی جز او نیست. این اهل علم میگن شهادت ذات بر ذات، شخص بر خودش. و همچنین ملائکه و اولوالعلم شهادت دادن. شهادت ملائکه، فرشتگان، شهادت رؤیت، دیدن، شهادت اولوالالباب و دانشمندان و عالمان، شهادت استدلال. خداوند سبحانه و تعالی شهادت داده بر رسالت محمد. چرا بر امامت این و آن شهادت نداده؟ برای که امامت دروغی بیش نیست، یک افترایی بیش نیست. افترایی است که دریای خون و کلیسا و کنیست و وسیله‌اش جاری کردن. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودش هم شهادت بر گواهی بر رسالت خودش داده. همچنان که من شما شهادت میدیم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. ولذا دانشمندان اولین وظیفهشون تبلیغ توحید و یکتاپرستی در جامعه، تا اینکه جامعه
دچار شرک و قبر پرستی و بزرگ پرستی و پیر پرستی و امام پرستی و در واقع شیطان پرستی نشود. خداوند ما و شما را بر چنین وظیفه بزرگی توفیق بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. انشاءالله که در جلسه بعد سوره هجر رو آغاز میکنیم. آقای سناپور حاج شیخ عبدالعزیز قاضی زاده، اجازه بدید. بله. از مردان نیک روزگار و امام جمعه عوض در بستر بیماری نیازمند دعای خیر و شفا بخش شماست. خداوند همه بیماران را شفا بدهد. آمین یا رب. شما زمانی که ما در عربستان تحصیل میکردیم اونجا تحصیل میکرد. خداوند شفای عاجل ایشان را و باقی مریضان مسلمان را نصیب فرماید. هم ایشان را شفا بدهد و هم فرزندش مهندس علی رو. آقای سلطان سلیم بی احترامی که آخوند به افرادی که علی را قبول ندارن. علی خودش امامت خودش قبول نداشت. امتحان کنید بچه هاتون رو به محبت امیرالمؤمنین. اگر محبت امیرالمؤمنین رو بچه هاتون داشتن از شما هستن، فهو منکم و من ابغضه فلیس منکم. اگر بغض به امیرالمؤمنین دارن بچه های شما نیست. پیغمبر فرمود من اولا این حرف دروغه. خب ثانیاً هیچ مسلمانی نیست در دنیا که بغض علی داشته باشه. لیکن شما رافضیان غالی درباره علی همان غلو را میکنید، همون افراط رو میکنی که مسیح پرستان غالی راجع به حضرت مسیح میکنن. وجد برد حبنا اهل البیت فلیکثر الدعاء لامه فانها لم تخن ابا. هر موقع خونکی محبت و ولایت ما رو تو قلوبتون حس کردید زیاد دعا کنید در حق مادرانتون که در حق پدرانتون خیانت نکرد. آن را که به دل ولایت حیدر نیست وان دل که علی برای او رهبر نیست. گر خلق جهان جمله گواهی بدهند بر پاکی مادرش مرا باور نیست. این مذهب پلیدیه دیگه، همش جز پشت چیزی نمیدونه. خود این یارو نگاه کنید، از لباش معلومه که تریاکیه. پرده آخر. بریم پرده آخر. هزاران اهل قلم فرانسوی، ایتالیایی، امریکایی، سوئدی، همین که به تاریخ میپردازن در مقابل علی بن ابی طالب تعظیم میکنن. سازمان ملل هم دستور رسمی داده نامه. دروغ محضه. هنوز خوارج اونو تکفیر میکنن. علی بن ابی طالب مالکش در تبدیل بشه به منشور عدالت جهانی به کل کشورها، بگید اسلام اینه. دیدن شب و روزگار خوش. اسلام اینه. اسلام شما خوب نشون دادی در دنیا. آقای احمد تمندانی: چرا خامنه‌ای و دیگر یهودیان مخفی آنوسی‌ها در تحریم شدن کشورها چی هستند؟ شاید تاکنون جمله به درک که ما را تحریم کردند یا موضوعی کردند را از زمان خامنه‌ای شنیده باشید
که دلیل را این گونه میتوان توضیح داد. اخیراً محمود احمدی نژاد پیرامون اشغال سفارت انگلستان در آذر 90 به افشاگری پرداخته است و میگوید اشغال سفارت با هماهنگی انگلیس صورت پذیرفته است و قبل از اشغال اطلاعات کامپیوترها پاک شده بود و درب سفارت برای ورود معترضان گشوده شده بود. و علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در آن وقت را برنامه ریز این حادثه می کند. طولانیه، خیلی طولانیه، نمیشه خوندش اینجا. رصد بلوچستان. ضربه‌گر را بازداشت 3 جوان بلوچ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان. سه جوان بلوچ به گذشته به شهر رسیدن 19 خرداد نیروهای اطلاعات سپاه پس از اعتراضات مردمی منطقه شیرآباد در زاهدان یورش برده و اقدام به آتش 3 جوان بلوچ کردند. هویت این 3 جوان بلوچ ابراهیم گرگی فرزند حاجی نظر متأهل، عبدالله خرود فرزند خداداد، پرویز ریگی فرزند طیب. بازداشت 1 جوان بلوچ توسط ماموران اداره اطلاعات در زاهدان. جمعه 19 خرداد دیروز. علی زردگوهی فرزند خلیل بود. صدور قبض‌های نجومی برای اهالی جارک. مردم توان پرداخت ندارند اصلا. نه مالیات بدن نه قبض بدن، هیچی ندن. بازداشت 4 جوان بلوچ از انتظامات مسجد مکی در زاهدان توسط نیروهای نظامی لباس شخصی. ظهر روز جاری یعنی دیروز 4 جوان بلوچ از نیروهای فلان پایان نماز جمعه با سرویس خود در حال رفتن به منزل بودند که توسط نیروهای نظامی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی برده شدند. هویت این 4 جوان بلوچ روح الله شهبخش، علی ریگی، حامد خارکوهی، یاسر توتازهی نام شده است. این 4 جوان هم یک جوان بلوچ ساکن بلوچستان شرقی که روز گذشته در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی مورتان در شهرستان راست مجروح شده بود، در اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. خدا رحمتش کنه. هویت این جوان بلوچ نواب نوحانی است، ساکن تربت بلوچستان. خداوند رحمتش کنه و از قاتلانش انتقام بگیرد. آقای ابوصلاح از روسیه: بزن خواهش میکنم پیام نگذار، بنویس. البته اینجاش هم اشاره کنم که من پول رو به خود ایشان اول نفرستادم.
سخن خصوصی داشته باشیم. آقای جهان پرور از آلمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إني بريء من الشیعة. خداوند از شما قبول کنه و براءتتون رو از شرک تشیع بپذیره. اگر لطف کنید خودتون رو معرفی کنید و داستان هدایتتون هم بنویسید خوبه. آقای شیروزهی از زاهدان. بله اینو قبلا محافظ خمینی دوربین هایم از بدن لخت امام عکس نگرفتن. اینو قبلا هم پخش کردن. زهرا شده میگی صدا بریده بریده میاد. این مال دیروزه یا مال امروز؟ بکنیم مال دیروز باشه. داستان عمر مختار و دوست داشتن خانمش 15. عمر مختار 80 سال یا 90 سال می شود از این که از دنیا رفته. اون 20 سال با سرزمین ایتالیا جنگی. وقت داخل خیمه می آمد زنش خیمه را بلند می گرفت. عمر مختار داخل می شد. وقت عمر مختار این حالت را می بیند از زنش پرسان می کند ای زنم چرا خیمه را بلند می گیره؟ هر وقتی که من می آیم. زنش به عمر مختار می گوید ای شوهر من نمی خواهم به جز خدا به پیش کسی دیگر سر تو خم بشود. این را می گویند زن، این را می گویند پیرو عایشه و خدیجه و فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهن. الله اکبر. گفت من خیمه را بالا میگیرم نمیخواهم که سر تو به غیر از خدا به پیش چیزی دیگر خم بشود. این گونه زنان بوده. امروز متاسفانه زن چیزی از حق شوهر نمیداند. اسرار شوهر پیش مردم فاش است. چه ارتباطی که زن با شوهر خود دارد به پیش آقای بلال امینی از اصفهان. علیکم السلام رحمت الله. سلامت باشید. آیا کار عبادت است؟ بله. کاری که برای پیدا کردن رزق حلال باشه عبادته. شکی در این نیست. خب دوستان میرسیم به آخر برنامه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بهترین شما در اسلام هستید به شرطی که علم بیاموزید، فقه بیاموزید، دانش بیاموزید. الله اکبر. در حالی که قبلا نه نماز میخوندم و نه روزه، کارم بود فقط گناه، و الان ضمن پرهیزکاری الله اکبر و به جا آوردن اعمال واجب قرآن رو از ابتدا به اتفاق همسرم شروع کردم. الحمدلله الحمدلله. و شروع کردیم و به مطالعه و نکته برداری و در کنارش هم تصمیم دارم اگه خدا کمک کنه برم دنبال آموزش زبان عربی تا با آشنایی این زبان عالم‌تر شده و به خدا نزدیکتر بشم. آفرین بر شما.
خداوند همتتون رو بیشتر کنه.